خب هموطنان عزیز بازم خوش آمدین و ما هم امشب باز هم در کنار یکی از قهرمانان، یکی از خدمتگزارای واقعی قصر لندن قرار دارم. در کنار قماندان صاحب گاردای قصر لندن قرار دارم و اینا یک شخص خیلی با ایمان و یک وظیفه شناس و یک کسی است که ما همیشه دیدیم اما وظیفه خود با تیم خود به وجه احسنش انجام میدن. سلام، وقتتون بخیر. خیر باشید. خسته نباشین. خب تشکر از اینکه وقت دادن ما در کنارتان باشیم. بله بسیار خوش شدیم که شما آمدید برادر. ما سلامت باشید برادر. ما در خدمت هستیم. قصر لندن اسم خودم برادر قیوم فریادی او در خدمت میهمانان هستیم. زه ډیر شکرګزار یم د خپل پرسونل نه. موږ په قصر لندن کې وظیفه لرو. 12 کسان چې دي زما سره خپل امنیتي کسان دي. تر هغه پورې چې محفلدار راځي موږ رانمایي کوو تر اخر محفل پورې. موږ بقاعده د محفلدار نه پوښتنه کوو چې تاسو خو په دې هوټل کې څه ستونزه نه وه، څه مشکلات نه وو. د ګاډي په درېدو کې موږ سره خپل شپږ کسان د پارکینګانو حساب ده. مثال یا 6 نفر پارکینګي داریم، 12 نفر که از پرسنل خودم است که ما در خدمت میهمان هستیم. بیادر که ما تا او وقت میهمان خوش برای ما کوشش خود میکنیم انسانی که بیادر امی میهمانای ماست، این میهمان ماست. بقیده ما یک راهنمایی زیر کنیم که تا خیلی برای خوش باشه. و دیگه نفرام هم یک چیز کنیم که واقعا قصر لندن یک پرسنل داره که بیادر بسیار از ما خوش برآمدیم. دیگه تاریخ و پل محفلدارا که آمده بیادر اما تو خوش بیادر خوش و خوشحال از ما برآمده و آمده. ما در خدمتش. سلامت باشین. خب قیوم جان فریادی، از تجربه تان بگوین که چقدر مدت است که شما در بخش خدمتگزاری، در بخش که فعلا وظیفه دارین انجام وظیفه کردین؟ بله از ما خودم میگم 14 سال شد که در اینجا ما وظیفه خودم انجام میدم کت پرسنل خود. خب رئیس ما بسیار نیک خوب آدم است. ما را خوب بیادر خوش نگاه میکنه، خوش آرام باشه. از رئیس خود ما بسیار خوش هستیم. سلامت باشین. خب با وطندارای عزیز ما که میخوان در هتل قصر لندن محفل برگزار کنن چی گفتنی داری و چقدر برشان اطمینان میتی که محفلشان در امن است و خدای نخواسته کسایی که مزاحمت میکنه برشان شما اجازه ورود نمیتین در هتل؟ نه خدا نکنه. ما خود اگر تک میگه ما چیز میکنیم، فعالیت میکنیم. نفرای ما در هر جای نفرای ما تقسیم است، از موترایش، از دروازهش، از میمانایش. همین راهنمایی خوب مقبول بسیار با احترامانه به تو خوشانه میدن چیزش میکنیم دیگه. مشکل ما نیست که با میفلداران ما میگم، با مینوال خودم میگم، با کسی که ما را بدم روی شیشه میبینه برضو ما میگم که بیادر شما مهربانی کنی بیاید این هتل ما، بیادر نان ما رو ببینید دیگه، راهنمایی خوب ببینید. بیادر چی دیگه والی می چیز ما داشته کوم ایدم پښتو بگویم که زه د خپل کتونو ته وایم چې څوک راځي زموږ د محفل ته او زموږ د هوټل ته راځي مهرباني وکړي په دواړو سترګو موږ په خدمت کیو. زموږ مدیران زموږ را کوم چې پرسنل په دې گیټ کې ولاړ ده هغه په خدمت کې ولاړ یو. هر کله راشي ورو دغه هوټل ده خاص تاسو د خوخي خطر ورام مشکل نشته. سلامت باشین. تشکر. بخیر باشین. وطندارای عزیز، قصر لندن قصر دلها یگانه مکان رویایی و یگانه مکان تخیلی است که شما میتونین خاطرات خوش زندگیتان در اینجا بجا بگذارین و خاطره خوب و خوش از این هتل زیبا داشته باشین. آدرسش هم دقیق براتون میگم: مکرویان سوم، چهارراهی عبدالحق، قصر لندن قصر دلها. وطندارای عزیز، تصاویر داریم ما باز انشالله ببینیم که امشب چی آمادگی ها به خاطر مهمانای عزیز ما گرفته شده. به نام خدا، به عرض سلام حاضرین بینندگان. ثبات الله نظری هستیم، یک از شهروند کابل. این قصری که شما مشاهده میکنید قصر لندن است. ما امروز آمدیم در اینجا بسیار جای مگر خوبی خوش مزید کسانی که در اینجا مقرر هستند از قبل گاردا است، از قبل مثلا مدیر هتل است. ما پیشم بسیار راضی هستیم. بسیار مگر برای ما خانه شناب است، بسیار برای ما خوش اخلاق، بسیار جهان سپاس. خب از غذایش بگوین چطور بود غذای قصر لندن که شما نوش جان کردین؟ آیا غذایش به دلتان بود نبود؟ حاجت با گفتن نیست. ما هر چقدر تعریف کنیم بازم کم از نگاه غذا بگیم. خانه شناب غذای بینات
البته غذای که اینا آماده کردن بسیار غذای لذیذ، من پیشم خوش است از نگاه غذا دیگه. خب از پاکی و نظافت بگوین چطور بود؟ سالنا پاک بود، منظم بود، مهمانایتان قدر عزتشان شد یا خیر؟ تشکر موفق مدیر قصر لندن، ما پیشم بسیار راضی هستیم. ما آمدیم مکمل سالنایشان، غذایشان مکمل پاکیزه بودن. تشکری میکنیم کسانی که در این هتل تشریف میاره، کسانی که اشتراک میکنه. مثلا بسیار یک جای منظم است. خب از هموطنای چی خواهش داری که بیاین اینجا محفل برگزار کنن؟ هموطنایی که ما همین خواهش داریم کسانی که در اینجا اشتراک میکنن، البته به این منطقه‌ای که ما هستیم بسیار نزدیک هم هستند. یک بسیار جای منظم است، جای خوبش بسیار مصرف کرده. بسیار کسانی که اینجا مثلا محفل خوشی میگیره، خداوند با آرزو مقصدشان برسن. ولی بسیار جای خوبش است. سلامت باشید. موفق